اگر نماز صحیح شد، رابطه با خدا صحیح شده. اگر نماز من صحیح باشه، لذت گناه و معصیت از دل من خارج میشه. اگر سجده من خدایی باشه و صحیح باشه، هیچ وقت این قلب تمایل به طرف گناه و معصیت نمیکنه. و این شاید هممون این رو چشیدیم. بعضی وقتها انسان ایمانش قوی است، رابطش با خدا قوی است. بعضی از دوستان میگه باور بکن گناه با دست و پای خودش، نه در خونم، در اتاقم رو میزنه، هیچ تمایلی برای باز کردن در گناه نیست، چون یک لذت دیگه رو داره میچشه، لذت سجده، لذت آسایش و آرامش با ذاتی که خالق لذت و آرامشه. چرا ما سردرگمیم؟ چرا در زندگی راه رو گم کردیم؟ انسان گم شده رو در نظر بگیر، هیچ آسایش و آرامشی نداره، 24 ساعت داره میترسه. الان ما گم شدیم و خودمون رو در نماز پیدا بکنیم تا اینکه زندگیمون بر بگرده به راه صحیح. مرحله اول قبل از نماز، مرحله دوم داخل نماز، مرحله سوم بعد از نماز. لحظه ای که سلام داده شد، بزرگان میفرمایند علامت قبولی نماز من و شما، یا یکی از علامتهای قبول شدن نماز پیش خدا، نه در کتاب فقه. نمازهای ما از نظر کتاب فقه ادا شده، از گردن ادا شد، اما این نماز نمازی است خدایی که تنها عن الفحشاء والمنکر. این موضوع است. بزرگان میفرمایند اگر نمازی خدایی باشه و تو در نماز در معراج باشی با خدا، علامتش بعد از سلام پیداست. خیلی از علما و بزرگان رو دیدیم، خیلی از صالحین لحظه‌ای که سلام میدند در یک خشوع و فروتنی عجیبی وارد میشن. لحظه‌ای که سلام داده شد مانند یک انسانی که مست در یک دنیای دیگه است، به قول معروف در یک باغ دیگه است. چون 5 دقیقه یا 10 دقیقه این روح بالا بوده، انسان بیهوش لحظه‌ای که به هوش میاد تا 2-3 ساعت سکران و مسته. انسانی که در نماز روحش پرواز کرده و با ارواح طیبه، با فرشتگان و در ملاقات خدا بوده، بعد از نماز مسته. به همین خاطر از علامات منافقین میدانستند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر کسی سلام داد و یک دفعه پرید و فرار کرد از مسجد. سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم از اماکنی که دعا قبول است، فرمود بعد از نمازهای فرض. بعد از نمازهای فرض. و یکی از اصحاب این چنین حدیث رو روایت می کند و امام مسلم و ترمذی این حدیث رو روایت کردند. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى. إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة الا بالله. لحظه ای که حضرت سلام میداد و از نماز فارغ میشد، میگفت به صوتش بلند، کان یقول بصوته الاعلی، از حالت هجرت به سوی خدا وقتی فارغ میشد بلند میگفت بعد از نماز: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا بالله. رسول خدا میفرمایند اگر بعد از نماز 33 بار بگیم سبحان الله، 33 بار بگیم الحمدلله، 34 بار الله اکبر و ختم بشه به لا اله الا الله وحده لا شریک له الی آخر، اگر گناهان تو به اندازه کف روی دریا باشه بخشیده میشه. بخشیدن گناه یعنی خارج شدن سنگینی بدن، خارج شدن سنگینی روح، پس تو آرامش پیدا میکنی. این 3 مرحله سببی است برای حضور قلب در نماز. آماده شدن قبل از اقامه، حضور قلب و انجام دادن ارکان و واجبات وقت نماز و نشستن با خدا بعد از نماز بزرگترین سبب است بر اینکه ما و شما در این آیه وارد بشیم: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینجاست که جدا شدن از خدا سخته. این نماز است که مصعب به مادرش گفت: ای مادر، اعتصاب غذا کرده بود، غذا نمیخورد برای اینکه پسرش از دین محمد بر بگرده. ای مادر، تو داری غش میکنی به خاطر نخوردن خوراک. اگر 70 بار بمیری و زنده بشی، این که من از دین محمد بر بگردم یک چشم به هم زدن نخواهد شد. چشیده، لذت رو چشیده. سوال شد از اون صحابی که نماینده رسول الله بود به طرف مسیلمه کذاب، لحظه ای که آویزان بود، پا بالا و سر پایین و تکه تکه می کردن بدنش را. مسیلمه گفت: آیا شهادت میدی که من پیامبر خدام؟ گفت: نمیشنوم. گفت: شهادت میدی که محمد رسول خداست؟ گفت: بله رسول خداست. گفت: آیا حاضری این محمدی که الان سبب شکنجه تو شده، سبب ذلت تو شده، از جای تو اینجا آویزون بود؟ حالا گوش بکش. این صحابی فرمود: ای کذاب، رسول خدا در خانه است و نشسته در کنار زن و فرزندش. من حاضر نیستم یک خاری در پای او بره و او در خانه خودش نشسته، چه برسه که در جای من باشه. خون از بدن سرازیر شد و بدن تکه تکه شد، اما به خاطر غرق شدنش در لذت و آرامش این دردها رو حس نمی کرد. چرا؟ چون نمازشان پر از خشوع و خضوع